سلام و وقت شما بخیر. به این ساعت خبر از یک خوش آمدید. پلیس هند اعلام کرده است که 6 نفر از جمله یک شهروند افغانستان و 2 جوان در پیوند به یک شبکه قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انتقال غیر قانونی پول در منطقه امرتسر بازداشت شده. در این عملیات بیش از 1 کیلوگرم هیروئین، 5 قبضه سلاح پیشرفته و 500,000 کلدار پول نقد ضبط شده است. به گفته مقامات در میان بازداشت شدگان باز محمد شهروند 63 ساله افغانستان نیز شامل است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. الجزیره به نقل از مقام‌های محلی روسیه گزارش داده است که نیروهای روسی 25 فروند پهپاد را در نزدیکی شهر سنت پترزبورگ رهگیری و سرنگون کردند. این رویداد در حالی رخ داده است که مسکو میزبان یکی از مهمترین نشست‌های اقتصادی خود در شهر سنت پترزبورگ است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره منشای این پهپادها منتشر نشده، اما معمولاً در چنین حملات اوکراین متهم اصلی شناخته می شود. وزارت امور خارجه امارات عربی در خبرنامه اعلام کرده است که با میانجیگری این کشور 185 اسیر روسی و 185 اسیر اوکراینی آزاد و میان دو طرف تبادله شدند. بر بنیاد آمار این وزارت با انجام این تبادله شمار مجموعه اسیران مبادله شده با میانجیگری امارات متحده عربی به 9021 نفر رسیده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی همچنان تاکید کرده که این کشور به تلاش‌های خود برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای جنگ اوکراین ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش. درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده، مقام‌های دو طرف بار دیگر موازی تند و هشدارآمیزی علیه یکدیگر اتخاذ کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که ایران با وجود تضعیف قابل توجه توان نظامیش هنوز آمادگی کامل برای پذیرش شرایط واشنگتن را ندارد و روند رسیدن به توافق را به دلیل آنچه غرور سیاسی و قدرت باقی‌مانده ایران خوانده دشوار توصیف کرده است. They've been killing Americans, they've been taking off their legs and their arm and their faces have been hurt so badly and so horribly. بیشتر کارخانه‌های تولید پهپادهای آنها از کار افتاده است. بسیاری از سامانه‌های پرتاب آنها نیز از کار افتاده و بخش عمده از مرکزهای تولید موشک‌هایشان از بین رفته است. اما آنها هنوز توان تولید دارند. آنها تعداد موشک و تعداد پهپاد در اختیار دارند. به نظر من شاید نزدیک به 21 تا 22% این مقدار تعداد زیاد موشک است، اما با آن سطحی که در زمان حمله اولیه ما داشتند قابل مقایسه نیست. در مقابل محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای هشدار داده است که در صورت ادامه درگیری‌ها و تداوم محدودیت‌های دریایی بر ضد ایران، دامنه جنگ می‌تواند از خلیج فارس فراتر رفته و به اقیانوس هند، تنگه باب المندب، دریای سرخ و مدیترانه نیز کشیده شود. اگر جنگ ادامه یابد و محاصره برداشته نشود، جنگ به اقیانوس هند، باب المندب و دریاهای سرخ و مدیترانه کشانده خواهد شد. ترامپ باید مستقل از اسرائیل تصمیم بگیرد. او باید آنچه را که حق مردم ایران است بدهد و محاصره را متوقف کند. دارایی‌های مزدود شده ما را آزاد کند و این میتواند افق جدیدی برای آینده ایران و آمریکا باشد. ترامپ باید منافع شخصی را کنار بگذارد و به منافع مردم آمریکا فکر کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اما در واکنش به اظهارات رئیس جمهور لبنان گفته که اگر لبنان ابزار چانه‌زنی ایران در مذاکرات با آمریکا بود، تهران می توانست مدت‌ها پیش به توافق با واشنگتن دست پیدا کند. با این همه فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که نیروهای این کشور چند پهپاد انتحاری ایران را که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده بودند سرنگون کردند و در ادامه برخی مرکزهای راداری
بسیاری و تأسیسات نظارتی ایران در قشم و گروگ را هدف قرار دادند. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است که در پاسخ به اقدام‌های آمریکا پایگاه‌های آن کشور را در کویت و همچنان تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم در بحرین هدف حملات موشکی قرار گرفتند. سپاس از توجهتان به خبرهای این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.